خب بیاین کلا از قسمتی ویو، یعنی در برنامه بود یک چند طرز نمایی است که شما میتونین سندتون با اون حالت ها سویچ کنین. البته سویچ کردن یا گذاشتن با اون حالت در زمانهایی که بالاخره اون طرز نما نیاز است سویچ میکنین. ما یک طرز نمایی داریم به نام ریدینگ مود که از نامش معلوم است برای خواندن است. یعنی وقتی که شما در ورد چیزی داشته باشین برای خواندن میتونین از این طرز نمایی استفاده کنین. اما قسم چند میشه گفت یک دو تا منو دارد که کارهای خیلی محدود و منحصر به همون فضای خواندنی که میتونید هر یکی از نظر به نامش متوجه میشین که بالاخره چیکار میکنه. و بعد در پهلوی ریدینگ مود ما و شما طرز نمای دیگری داریم به نام پرینت لیاوت که این میشود گفت یک نمای بسیار پرکار و میشود گفت اسناد و مدارکی که در محیط ورد تهیه میشوند از با کمک همین طرز نما تهیه میشوند. میشود گفت کاربرا حتی روزانه بیش از 90% از همین طرز نمای ورد استفاده میکنن. اما در پهلوی این ما شما داریم یک طرز نما یا یک داکومنت ویو به نام وب لیاوت که شما زمانی به این نما سویچ میکنین که دو تا حالت بیش نیست. یعنی یک اینکه شما مقاله نوشتین در محیط ورد و قرار است رو روی یک وبسایت نشر کنین، شما میتونین چک کنین که اگر قرار باشد منتشر شود این نماش به چه شکل است. قبل از منتشر شدن شما میتونین قسمت ببینین. و یک حالت دیگه می است که وقتی که شما در برنامه ورد جدولا داشته باشین که بسیار پهن باشه، وسیع باشه و در محیط پرینت لیاوت نتونین اون را از لحاظ پهنی مدیریت کنین، میتونین به وب لیاوت سویچ کنین. البته این چیزی نیست که ما از خود بگیم، این قسمت هم تشریح که ببینید همین دو گپ این تایید کرده است. و در پهلوی اینا امروز میشود با چیکار کنیم؟ با اوتلاین با اینم قسمت اخیر که بخونیم میرم دو کار بیش نگفته برش. یک گفته هنگامی که شما بخواین هدینگ ایجاد کنین از این نمای استفاده میکنیم و در پهلو اینم وقتی که بخواین پاراگرافاتون حرکت بدین. یعنی حرکت چی؟ مثلا پاراگرافایی که مربوط به عنوانی از برنامه کابل میخوام حرکت کنه قبل از افغانستان باشه. در این حالت این طرز نما بسیار کمک میکنه. و در کل میشود گفت شما وقتی که از ساخت عناوین استفاده میکنین از لیاوت در هنگام ساختن فهرست مطالب به شما در نهایت کمک میکنه که ما شما امروز در درس عملا متوجه میشیم. البته این گپ بگیم که اگر تنها اون قسمتش استفاده کنین که یعنی با این والا کار کنین، ما یک کارهای محدود هم از قسمتی استایل از تبع هم میتونیم با این والا کنیم. یعنی کار محدود منظورم چی است؟ اینکه فقط میتونیم عناوینمون از این بخش هم انتخاب کنیم. در کل ما شما اگر از قسمت هیدینگ استفاده کنیم، یعنی تنها بخش هیدینگ استفاده کنیم، ما 9 تا هیدینگ داریم. بعد از نهم میشود بادی تکست. یعنی شما اگر یک مطلب داشته باشین شما را به عنوانهای فرعی تقسیم کنین به این دست که او به 9 تا مطلب فرعی تقسیم شود و چیز دیگه برای از او باقی بمونه. این مینا را خوب است که ما از محیط دیگه بریم. من یک طور از این قسمت استفاده میکنیم برای هیدینگ یک و میریم از قسمت ویو سویچ میکنیم بقیه ها را از جای دیگه کار میکنیم از لیاوت یا اوتلاین بخشیم. این قسمت هم که کلیک میکنیم به ما نشون میده که لیولش یک هست. اما در کل ما گفتیم میتونیم عناوین تا 9 تا لیول بندی کنیم. یعنی وقتی که این لیول یک باشد دیگه معلوم است که کابل چیزی هست مربوط به افغانستان است، یعنی عنوان فرعی است برای افغانستان و این باید لیول چند شود؟ لیول 2. اما قسم میتونیم باز ولایت دیگه باشه دیدم تعیین کنیم لیول چند؟ لیول 2. چون اینا کاتگوری هست، این هم ولایت است، این ولایت است. و به لحاظ جایگاه اون عنوان اصلی اینم فرعی برای اون اصلی است. اینم 2 و قسم میتونیم دیگر هم چکنیم 2. اگر این لیول بندی قبلا شده باشه و شما بخواید این قسمت چک کنین بسیار راهی ساده این قسمت است. ما میگیم اگر این سند بسیار طولانی است و مطالب زیاد دارد تو یک کار که از هر میشود گفت عناوین یا پاراگراف یک خط اولش فقط نشون ده. هر پاراگرافی که دارد یک خط اولش نشان داده باشه تا مدیریتی بتونیم سریعتر کنیم. این قسمت یک عنوان ما ماند، یعنی اینا ما هدینگ تعیین نکردیم و این را من میتونم که از جای دیگر یعنی هدینگ جور کنم، اما هدینگی که هدینگ رسمی نباشد. و ببینیم که بعد در موقعی که فهرست مطالب میسازیم با این عنوانی که خودمون میسازیم یعنی از قسمت لیول بندی استفاده نمیکنیم، اینا یا شامل فهرست مطالب ما میشود یا خیر. این را از جای دیگر جور میکنیم و کماندو دیگر دارد که دانه دانه امروز اینا را میبینیم. یک بار این قسمت من برایم اینجا و ما یک ثبت کنیم این سنده. این کندس من میخوام به شکلی در بیاد، اما چیکار میکنم؟ از این قسمت خود ما میگیریم این وان جور میگیم چه فرق است اگه یک قسم ما کار کنیم. یک کمی بولد هم باشد، سایزش هم کلانتر باشه. خب من میتونم رنگی نزدیکتر حتی با اون رنگم پیدا کنم در این رنگا. اما بیاین یک چیز شبیه با اون بگیم هیچ فرق نیست بین این و این نوشته.
اما مسئله دارد شما وقتی که اگر از راه درست فهرست مطالبتون را تهیه کرده باشین، هنگام ساخت فهرست مطالب به شما کمک میکنه. من به خاطر که اون بالا یک صفحه سفید داشته باشم از کیبورد کنترل میگیرم و اینتر میزنم، اما دقت اینکه کارسر من در قسمت اولین خط است. چون انتر تا یک صفحه سفید در این بالا برام ایجاد شود و اینجا است که من باید فهرست مطالب بالا اضافه کنم. از قسمت اینسرت باشه، از قسمت رفرنس باید داشته باشه. بله، رفرنس و تیبل اف کانتنت، یعنی فهرست مطالب همون که ما شما با فارسی میگیم. در اینجا یک 3 تا شکل است و میگیم این شکلش استفاده میکنیم. دقت کنین الله، فهرست مطالب به این راحتی جور شد. یعنی نیاز نیست اگر شما را بلد نباشین که همون کسایی بلد نیست این کارا میکنه. مثلا فکر کنین که میخوان فهرست مطالب جور کنین، قسمت سرین یک چیزی اینا چون بلد نیست، مثلا نقطه آخر و بعد الاخیره ممکن نقطه یک نقطهش کم اضافه هم شود. پهلوی مسئله آدم باید برود ببیند که کندوز در کدام صفحه باید هم چک کنه. اگر نمبرگذاری شده باشه صفحه یا نشده باشه، از این قسمت هم میتوند ببیند که در صفحه چند است. و این کار بسیار زحمت میده، در صورتی که اگر شما کتابی باشد که شامل 200 300 400 صفحه باشه و عناوین زیاد داشته باشه، کار شما را چند کرد. ببینید این شما یک سال توجه شدین که ما بقیه ولایات میشود گفت جمع افغانستان ما از لیول بندی استفاده کردیم، یعنی از راهی پیش رفتیم که راهی درست قانونیش بود. ایمان اصلی داریم و ایمانهای فرعی. اما در این جمع کندوز هم که ببینین به قول مردم به لحاظ کلانی یعنی خردتر از دیگران نیست، این کلانتر است از دیگران. لیکن ما ایراد میشه یک چیز استفاده کنیم که وطنی خودمون جور کردیم، فقط در ساخت اهمیت داره. بله این هم یک عنوان است، این هم یک عنوان است، اما موقعی که شما بخواهید این را شامل فهرست مطالب کنین، ببینید در این قسمت شامل نیست، یعنی نشناخت، کامپیوتر رو به حیث عنوان نشناخت. حالا چیکار کنیم که عنوان شناخته شود؟ پس دوباره ما میتونیم از قسمت تبیهم و از گروه استایل او را هم هیدینگ بندی کنیم، یا میشود گفت از قسمت ویو و اوتلاین دوباره سر میذاریم به این محیط و پیدا بکنیم چی کندوز. این به این فرمت است. من میتونم این را اول به شکل سیمپل برگردونیم، بله، و بعد دوباره میتونیم از قسمت اوتلاین بگیم این از کاتگوری باید لیول 2 شود. لیول 2 همه رنگ با خودش چیز نکرده که اینجا شو فرمت تکست، بله اینو دارد. میشود که من رنگ از این برش تطبیق کنم. او خود جایگاه را گرفته، او شامل فهرست مطالب میشود. اینه رنگ هم عوض شد برش. سمنگان هم در این قسمت مانده. این هم ولایت هست، این هم میتونیم لیول بندی کنیم، بگیم لیول چند باشد؟ لیول 2. اما اگر در این جمع یک ولایت هم یک ورسوالی اشاره کنیم، او نباید دیگه در لحاظ لیول بندی لیول 2 باشد، او باید 3 باشد که بهتر میتونیم میرم استفاده کنیم. که برای محیط برایم دوباره برگردیم با فهرست مطالب رو ببینیم چی شد. این تو اتومات که اضافه نشد، این نیاز دارد که یک بار باید شما این را چی کنین؟ آپدیت کنین، یعنی تغییرات اخیری را باید برش بیاریم. بگیم خب یک تغییراتی اومده است، میگه تغییرات کجاست؟ میگیم هر جایی در این سند باشد شامل این جدول کن. و بعد حالا باید اومده باشد سمنگان هم شامل شد و کندوز هم شامل شد. یعنی این است اهمیتی استفاده از اوتلاین و لیول بندی. یا میتونه از قسمت هم این قسمت عناوین کتابتونه بعد از این به این قسم جور کنیم. به این راحتی هر جا رفتین تغییرات آوردیم، مثلا این میشه این صفحه فعلا ممکن 2 باشه، صفحه 3 بشه، فعلا نیست، یک آپدیت نیاز داریم. فعلا این صفحه 3 شد، اما در این قسمت فهرست مطالب که ببینیم کابل هنوز صفحه 2 است، باز یک آپدیت لازم داریم. بگیم در کل تغییرات بیار، کابل صفحه شد 3. به این راحتی. و خب جزئیات دیگرش باز ادامه میدیم. خب پس از قسمت اوتلاین ببینیم که دیگه چه چیزا داریم اونجا و چه کارا میشه انجام داد. خب اینجا به ما نشون بده، ببین لیول 1 که این قسمت کلیک کنین 2، اینجا باید هم پس 2 و اینجا هم 2، اینجا هم باید باشد 2. اما اینجا یک تا لیول نیست، این من لیول جور می‌کنم. این تو ما میشه استفاده کنیم. من اگه یک بار کلیک کنم میراد مستقل لیولی اول میشه. اگه بخوایم برگردیم همین قسم یک این تو بچش میشه، 9 تا لیول میشه جور کرد. تو ما هم میشه قسم استفاده کرد. پس لیول 2 این اینجا هم مونده یک ایمان دیگه مون، اینم باید لیول چند شود. اول میریم لیول اول، برمیگردیم 2. و یک مسئله دیگه در قسمت تشریح اوتلاین بود که گفت شما میتونید به خاطر ایجاد عناوین از این طرز نما استفاده کنید و در ضمن به خاطر حرکت دادن پاراگراف ها هم میشه استفاده کرد. ببینید اینجا ما وقتی که یک عملا اول چک کنیم
ما وقتی که کتابمون یا همین نوشته‌مون چک می‌بینیم، از این قسمت می‌بینیم که بعد از افغانستان نوشته از کابل. اگر چی شود که ما مزار شریف بعد از افغانستان قرار دهیم و به این اساس ما این پروسه میتونیم کات و پیست کنیم، اما از اون قسمت گفته برای حرکت ساده تر کنیم، ببینیم میشه ساده تر باشه اون قضیه و به این اساس ما باید چی را انتخاب کنیم؟ مزار شریفه یا همون مزار. اوکی، به نشانه هم کنم که متنش بفهمیم که واقعا همین متن مربوطش بود که حرکت کرد. این را یک سیف کنیم، دوباره بریم به این قسمت و اوتلاین. حالا کرسر سری مزار از این تیرک ها استفاده کنیم. اوکی، این وانه نشون یک برگردیم پایینتر، جمع با عنوان مربوطش یک بار حرکت بدیم. بله حرکت کرد. بله این عنوان با متن مربوطش انتخاب. اگر چند پاراگراف باشد یک لاین گفتیم نشان دو، اما کلش انتخاب میدیم که مربوطش است، حرکت بدیم. اینجا ظاهرا این قسم نشان میده که یعنی مزار بعد از افغانستان و قبل از کابل شد با اون متن مربوطش. که اینجا برای ببینیم واقعا هم چک است. بله ببینین کابل با 2 پاراگراف پایین شد، یعنی واقعا این 2 کار میشه. یک بار دیگه با اوتلاین بریم سر بزنیم. این قسم میشه شما مشخصا یک لیول ببینید. اگر زیاد کتاب ضعف است و لیول های زیاد دارد، شما میگن یک کار کن، فقط اون نوعی که لیول یک است برام نشون بده. میگه شما در این کتاب یک تا عنوان اصلی دارین، 2 عنوان اصلی ندارین، اما کتاب‌ها هست که عنوان اصلیشون زیاد است. و اگر بگین که 2 تا لیول های دور نشون بده برام، خب کلش نشون میده. یک پنهان نمیکنه. چرا؟ چون این یک زیر مجموعهش اینا هست. اگر بخواین که سوم ببینید، اگر داشته باشین سوم، یکم و دوم هم کاتیش نشان میده. اما قسم میتونین ولی ولای پایین بیاین و بالا رو نشان میده، اما اگر بالا رو انتخاب کردیم پایین نشان نمیده. تنها ما متن مزاحمت می‌بینیم، فقط می‌خواستیم با عناوین کار کنیم که متنش مزاحمت نکنه برام. در این حالت میشه از این استفاده کرد. این قسمت هم گفتیم که فرمت عناوین نشان بده، این مثل تکست یادی نباشه. و اینجا هم گفتیم فقط هر کدومش لاین اول. دیگه راش کارمون فعلا نیست. از دکمه های مثبت منفی هم به این شکل است که اگر عنوان کلیک کنین ما بگیم منفی، یعنی همه سب عنواناش پنهان میشه. اگر مثبت کلیک کنین باز میشه. این قسم هم که اگر در عنوان دیگر بدیم بگیم مثبت، یعنی میگه یک لاین داره در یک پاراگراف، براتون باز میده. اگر منفی کلیک کردین برعکس رو پنهان میده. خب دکمه های دیگر هم داریم مثل چی؟ مثل موو اپ و موو داون هستن که شما در قسمت مثلا ببینید اینجا من متن چیز ندارم، یعنی فرست لاین هر پاراگراف نیست، اما به این شکل است. من کرسر سر مزار شریف میمونم، فقط امان عنوان میگم این برود پایین. بعد از چی شود؟ بعد از بغلان. لیکن متنش انتخاب نداشتم، فقط تنها یک عنوان من کرسر ما گذاشتم و را موو کردم پایین. حالا ببینیم که در قسمت اصلی سند چی اتفاق افتاد. ببینید متن مربوطش هم اومد با خودش. چرا؟ چون قسمت گفتم که کالیپس کو، یعنی متن مربوط به این عنوان پنهان کو و بعد مووش کردن به این راحتی. یعنی خیلی نمای عالی است واقعا وقتی که شما با عناوین کار کنین و مخصوصا وقتی که جابجایی نیاز شود کتاب می‌نویسین و بعد تصمیم میگیرین که این عنوان خوب میبود که بعد از این میبود و این خوب میبود که قبل از این میبود. در این حالت بهترین نما چی است؟ اوتلاین است، چون میتونین به این شکل مدیریت کنین که تنها عنوانا باشه و هر کاری که با عنوانش کردین در قسمت حرکت دادن 100% دوست داریم متن مربوطه اون عنوان هم تطبیق میشه. و این اوتلاین. و یک مسئله دیگه این چیز ماند که شما 3 تا لیول نداشتین. بیاین که من 3 تا لیول داشته باشم، یعنی لیول سوم هم داشته باشم و چهارم هم داشته باشم. در این قسمت که ما از بدخشان خب ترجیح میدیم. یعنی اینجا میگیم مهارت والی هم داشتم. این تا جایی که اگر اشتباه نکنم اینجا یک عنوان هم جور کنیم، اینجا یک خط میگیم یک عنوان برش یک انتر میزنیم. یک عنوان دیگر در محلی درش کار شمد به نام آزده، مثلا آزده اینا نیستن، شامل این عناوین نیستن، شامل هیچ یک از عناوین نیستن، اما اینا رو شامل میکنیم و میریم به محیط چی؟ اوتلاین. یک کار میکنیم میگیم همه لیول ها رو بیا برمون نشون ده، هر لاین اول. و در این قسمت ما اینجا داشتیم اوراق هیچ یک، این بادی تکست است. بادی تکست همین متن عادی است. این به لحاظ کاتگوری باید لیول سوم باشد. این پیک باز میکنیم سوم و اشکاشم هم که باید لیول سوم شود. یعنی این دو تا فرعی از اینن، خودش خود فرعی از دیگه بود.
این باز دیگه به خود دیسکاشن فرعی است. این میشه باید گفت لیولی چند شود؟ لیولی 4 و اینا رنگ شیپشون هم عوض میشه. خب از این محیط میبرایم دوباره یک کار کنیم که همون فهرست مطالب رو ایجاد کنیم و ببینیم که همه لیولا رو برمون نشان میده یا نه. یک بار سیو کنیم، دوباره از قسمت رفرنس و یک لیاوت انتخاب میکنیم، تیبل آف کانتنت فهرست مطالب، یعنی این. وقتی قسمت متوجه میشیم میبینیم که تا لیولی 3 هست، یعنی ما بعد از اشکاشم یک محله اشاره کرده بودیم که به لحاظ همون لیول بندی او سب تایتل بود و اشکاشم، یعنی اگر خودی از این لیولی 3 است او باید 4 می بود که نیست. این مشکل چطور حل باید بکنیم. از قسمت تیبل آف کانتنت اینجا ما شما کاستوم تیبل آف کانتنت داریم، یعنی ما شخصی سازی میکنیم. این قسمت است که مشکل است. یعنی اینجا چه قسمت است؟ گفته 3 تا لیول نشان بده. اگر ما بیایم بگیم 4 تا رو نشان ده، پنجم هم داشتیم پنجم هم نشان ده، یعنی بالا رو هم نشون ده، پایین هم نه، یعنی 5 به بالای تو معنا داره. اوکی؟ یس. و 15 شامل شد اتومات. اینجا مشکل بود. خب وقتی که ما شما از اوتلاین دیدیم و چیزای بیشترش باید بخوانید جستجوگر باشه. ببینید یک چیزی که ما درافت داریم. درافت اصلا در زبان فارسی ما شما اگر ترجمه کنیم که شاید اونقدر دقیقش نباشد، به هر صورت همون ما شما یک اسم بسیار جالب سرش مانده هستیم، چترنویس بگیم. اصلا از شکل درست این است که میشود گفت یک نوشته‌ای که هنوز فاینال نشده باشه. این یک حالت. اما این قسمت چی تشریح میکنه این درافت؟ این درافت این قسمت ما همون پاراگراف دومش میخونیم. گفته this useful for quick editing because header, footer and certain object on show up, allowing you to focus on your text. این یعنی با ادیتی متن سر کارش است و دلیلش هم گفته است که چرا شما از این فضا میتونید که متنتون خوبتر ویرایش کنید. و این دلیل که چون در اینجا گفته هیدر و فوتر نیست و آبجکت هایی هم که داشته باشه نشان دادن نمیشه. یعنی هیدر فوتر هم میتونه در موارد مزاحمت کنند بگیم. اگر این تو یک نوشته های باشد فکر کنید که این البته از جزء متن است و تمرکزتون سر از اون میشود. یا در حالت های اگر ما بحث ما فعلا این نیست که آبجکت تو اضافه کنیم. آبجکت ها داشته باشیم، مثلا این یک آبجکت داشته باشیم و این بالاخره در محیطی میشه گفت پرینت لیاوت نشان داده میشه. اما در این قسمت لیاوتی تو یکی دارد که اگر شما به محیطی یعنی درافت سویچ کنین، ما چیزی به نام هیدر فوتر هم نداریم و اینجا هیدر و چیزی هم به حیث آبجکت نشان داده نمیشه، مثل تیبل و پیکچر و شیپ و این چیزا، چارت. و این حالت است که شما تمرکزتون بیشتر سری چی میشه؟ سری متن میشه و شما میتونید سریعتر متن منتشر کنین، ویرایش کنین. برای دقیقاً چنین چیز بوده. هیدر نیست، آبجکت هم نداریم، فقط جاش خالی است و اینجا تنها تمرکز ما و شما سری چی میشه؟ سری متن میشه. یعنی از تصویر و پیکچر و چیزا میبراید چارت و تنها تمرکز سری چی میشه؟ سری متن میشه که از این قسمت میشه سر از او فوکس کرد. و یک گپای دیگر هم دارد که مثلا یک چیزی به نام این نوت یا فوتنوت هست. این نوت و فوتنوت داریم. در اون حالت هم اگر شما بخواید که به طرف راست فارسی بنویسین، همین نما هست که کمک میکنه شما را که باید به طرف راست ببینید. یک استپش به همین نما وابسته است که خورج نگفته است، کارم نیست، لازم هم نیست اشاره کنیم. هر صورت خلاصه حرف این که یعنی نما یا میشه گفت طرز نمایش به نام درافت به خاطر ادیتی متن است یا ویرایش و دلیلش هم این است که شما میتونید سریعتر این کارا کنین با متن به خاطر که هیدر فوتر نیست و آبجکت هم نشان نمیده. تمرکز شما تنها سرش میشه سری متن و میتونید سریعتر متنتون رو ویرایش کنین. اینم بود درافت. و حالا دیگه ادامه کار فقط با پرینت لیاوت است، مثل همه کار برای کی میشه گفت بسیار درصد زیاف این طرز نما استفاده کننده دارد و یا میشه گفت در محیطی ورد از این طرز نما استفاده میکنیم و با همین حالا ادامه میدیم. خب وقتی که از نماهای صفحه دیدن کردیم نوبت به این رسیده است که ببینید اصلا داستان این شکل است. ما یعنی از یک دو جلسه ای طرف آغاز کردیم با نوشته. شما تصور کنید که این در حد یک ساعت است یا همین قسم کاری است که بدون وقفه است. ما چیزایی نوشتیم، حتی اگر لازم میشد از سمبولا هم اضافه کردیم به خاطر اون متن اون جایی که لازم بود و بعد به این چیزا هم استفاده کردیم که جایی هست که بالاخره برای که با متن کار کنیم بعضی نماهایی را باید سر بزنیم، مثل اگر عنوان داشته باشیم اوتلاین و اگر تکست و
اگر آبجکت ها دیگر داشته باشیم تنها بخوایم با تکست کار کنیم با درفت، اینا رو هم دیدیم و در ادامه همین داستان حالا این تصور ببینیم یک چیزی قرار است اگر چاپ شود، اما در محیط سندمون یک سری علاماتی هست که ما را نگران میکند که ما آگاهی نداریم از این، تجربهش نداریم و اگر قرار است این چاپ شود چی میشود، یعنی اینا میتونن در چاپ بیاید یا نه. در اینجا ما یک عنوان داریم به نام نان پرینتینگ است، نان پرینتینگ مارکس است، یعنی اون علامات و نشانه هایی که در چاپ نمی آیند. دو تاشو شما میبینید، یکی همین خطایی است که زیر خط میگیرد به خاطر بحث اون گرامری و یک خطا هم خطایی است که به خاطر اسپل است که با رنگ سرخ است. اوکی. و بعد اگر باشن به این حالت هم که پرینت زنید اینا در چاپ نمیاد. علاوه اینا چیزا دیگر هم هست، مثل چی؟ ما از قسمت پاراگراف یک کامندی داریم به نام همون شو هاید یا پاراگراف مارک است نشانش. این اگه فعال کنیم ما میبینیم، مثلا مثل چی؟ خود پاراگراف مارک، یعنی این چه وقت ایجاد میشه، چه وقت پیدا میشه، با هر انتر یک دانه از ایجاد میشه. چنین حالت هم باشد، قرار باشد و تیک باشد و پرینت زنین، این هم در چاپ نمیاد. بین هر کلمه یک نقطه که شما میگیرین چون اسپیس است، اگر دوباره کنین دوم سوم بالاخره از لحاظ گرامری هم خطا میگیرد. این هم در چاپ نمیاد. و یک سری علامات دیگر اگر شما وسط این خط استفاده کرده باشید مثل از نشانه تب، هم در چاپ نمیاد، لیکن یگان چیزی نمیشد منکر شد مثلا شما مثلا سالیه استفاده کنید ببینید در چاپ نمیاد، نه این در چاپ نمیاد. نمیشد گفت اونایی که بیشتر خودشون پیدا میشوند اونا در چاپ نمیاد، این که ما از کیبورد می‌نویسیم دیگه میبیاید. نشانه تب چرا نمیاد؟ چون ما از کیبوردی را این قسم خودش با این نشانه نداریم که وارد کنیم. مثلا این جایال استفاده میکنیم در درسمون، خیلی پرکاربرد هم از واقعا در برنامه وارد همین نشانه تب استفادهش اونجا که بود با صحبت میکنیم، اما این رو باید فهمید که در چاپ نمیاد. یعنی اگر ما بشماریم میشود گفت اسپیس، پاراگراف مارک، نشانه تب و مثل خطای گرامری و خطای اسپیل، اینا علاماتی هستن که در چاپ نمیان. و چرا اینا رو به گروه نشون میده؟ اینا رو برای اصلاح. مثلا شما میگه این قسمت دقت کنین، از شما امتحانی تایپ است، چرا این کارو کردین؟ این خطا میگیره از پیش شما فقط بین این کلمات اسپیس نیاز دارین. موارد میشه که نیم فاصله، اون نیم فاصله رو بعد نشون نمیده، فقط یک فاصله سفید اینو چیز نشون میده تنها. و اینجا باید فهمید که این علامات هستن که در چاپ نمیبین. اگر در سند بود این به این مفهوم است که اینا باید اصلاح شود و بعد پرینت شود، لیکن به این معنی نیست که اگر قرار باشد چاپ شود اینا در چاپ بیاین. شما میتونین علامات یک بار فعال کنین و ببینید. خب نوبت به این رسید که بیاین از سلکت یا انتخاب کردن ببینیم، یا اگر سلکشن باشد انتخاب ببینیم. خب بدون شک وقتی که ما چیزی رو انتخاب میکنیم، البته منظورم از متن است که انتخاب میکنیم، با برای این انتخاب میکنیم که میخوایم سر از یک کار اجرا کنیم. یعنی اگر قرار باشد که من خط آخر این پاراگراف و رنگش عوض کنم، خب باید انتخاب کنیم دیگه، این قسم نمیشه. باید انتخاب کنیم و بعد رنگش عوض کنیم. یعنی پس انتخاب اجرا یک عملی بوده. انتخاب از کجا آغاز کنیم؟ انتخاب میشه گفت از یک حرف میشه استفاده کرد و انتخاب کرد. مثلا این قسمت من میخوام پاراگراف اولم یک حرفش انتخاب کنم و یک کمی سایزش کلانتر باشه. ببینیم با دیگران کاری نداره و همیشه رنگ میره عوض کرد. یعنی از یک حرف آغاز میشه و بعد هم اینکه حرف بعدیش یعنی دوم سوم و در مورد یک کلمه میشه. اما چی قسم؟ یکی راه همین چپی ماوس است. شما چپی ماوس محکم میگیریم به جهت مخالف ماوس پدتونه یا بالاخره از ماوس اگر باشد ماوستون حرکت میدید. و یک راهی ساده تر از این وجود دارد که اگر شما کرسر در یک جهتی باشد میتونید از یوروکی استفاده کنید. من یوروکی را میگیرم، استفاده میکنم این قسم، بعد از این استفاده کنیم برای انتخابش. یعنی شیفت میگیریم یوروکی یک دونه حرفش نیاز داشتیم انتخاب میکنیم، اگر یک کلمه بود خب همین قسم در کنیم. حقیقت است که در خصوص یک کلمه اول کرسر اگر سر یک کلمه باشد خودش انتخاب است. از کجا معلوم انتخاب است؟ یعنی برای بعضی کارها انتخاب است. مثلا من همین لحظه کرسر سر پاورفول است، شاید انتخاب باشد چون یک چیزی در آپشن دارد که غیر فعال نباشه، برای انتخاب است. یعنی سعی کنید رنگ عوض شد. یا اگر بخوایم که بولدش هم کنیم که بحث ما فعلا این کماندا نیست، این انتخاب است، انتخاب بوده. لیکن یگان موقع می شود که باید اصلا شما انتخابش کنین، به علت ازی که وقتی انتخاب میکردم میخواستم به جای از این چیزی که بیاد بنویسم، میام یک چیزی می‌نویسم. خاطر انتخاب کردیم.
از یک حرف یک کلمه و یک چیز دیگه میشود. اگر 2 تا کلیک بزنیم چی؟ بله، یعنی این قسمه میشد 2 تا کلیک یک کلمه را برامون انتخاب میکرده با 2 کلیک. یا میشه بعد یک شکل دیگه استفاده کرد، از شروع کلمه شیفت محکم میگیریم، آخر کلمه یک شکل هم بوده، یعنی راههای زیاد بوده که کلمه رو انتخاب کنیم. اما اگر از یک کلمه یعنی چند کلمه شود، میشه مثلا با چپ ماوس یا در آغاز کرسرتون قرار میدین، بعد شیفت میگیرین تا جایی که نیاز داشتین فقط یک کلیک میدین، شیفت بعد پرس کردگی باشه. این نیست که از شروع بود، خاصه مثلا از این قسمت این کار شود، شیفت بعد تا جایی که نیاز بود بعد انتخاب شوند چند تا کلمه. بله این کارو میتونیم. انتخاب که در خصوص یک جمله هست. یک جمله رو چی رقم بفهمیم در اینجا ببینیم. مثلا ما یک جمله از کجا در اینجا که آغاز شده یک نقطه ماندیم و بعد همین قسم از این قسمت آغاز شده باز میبینیم کجایی که نقطه هست. حالا ما بحث پاراگراف و جمله رو میخونیم. این قسمت هم که از آخر اگر بخوایم که یک چیز انتخاب کنیم، یک تا جمله رو انتخاب کنیم، این نیست کجا از کرسرتون شما میتونید از کیبورد کنترل محکم بگیرین، کنترل و یک کلیک کنین. یعنی این کار میشه در روزمره. یا حتی بگیم در قسمت امتحان شما گفته جمله‌ای که با you can also type a keyboard آغاز میشه و شما این قسمت کت کنین جایگه ببرین. بعد همین است میگن آخر از کجاست من نمیفهمم، کنترل محکم میگیرین یک کلیک جمله انتخاب شد. بعد این کاماند رو میخونیم و میگیم خواست از ما که این قسمت بیارین اینو چی پیداش کنیم. روزمره میشه این قسم شما استفاده کنید. شد این جمله. و اگر بس یک خط شود، یعنی یک خط باشد همین شکل میشه، در شروع خط کرسر رو میگذاریم و در آخر خط با شیفت محکم گرفتیم. یا یک شکل دیگه هم دارد، کرسر به این شکل بیاد یک کمک به طرف مارجین میریم. وقتی کرسر به این شکل در اومد ما میتونیم که انتخاب کنیم، یعنی یک چپ ماوس رو میگیریم و درگ میکنیم پایین، یک خط انتخاب شد، خطی بعدیش، خطی بعدی، خطی بعدی و خطی بعدی. اما اگر در خصوص یک پاراگراف شود این داستان، یک پاراگراف میشود گفت با 3 کلیک. اما برای 2 پاراگراف ما کدام شارکت چیزی نداریم، شما باید این شکل با چپ ماوس 2 پاراگراف انتخاب کنین. اینجا نمیشه که مثلا ما گفتیم 3 کلیک یک پاراگراف، شما بگین 4 کلیک 2 پاراگراف، هیچ چیز نیست. اما روی هم رفته در کل اگه بخواید انتخاب کنین با کنترل A، یا ما در قسمت هم که این برای درس بعدی میمونه، یعنی این قسمت داریم چی؟ سلکت، و از اینجا هم میشه سلکت آل کرد و کماندهای دیگر هم که دارد که مربوط به درس دیگر. فعلا از طریق کیبوردش کار کردیم. در این ریکارد هم از شما میتونین گوش کنین و چطور هم بلد هستین میتونین از اون هم استفاده کنین.